بیا بالا کنار اما بابو سلام بابی جان دستام خوشگه تره شتنی برده جنمی بیستنی زیاره خیداته یا راستیم بیبی جان جوره خیداته کجا میریم بیبی؟ با عروسی آخه چرا به جوگله نرفتیم؟ خود خانواده ما میریم بیایید بفرمایید بیبی شتنی بگو دستا خوبی شیشتن سشکی بریم بگو مادر ما برای تنخور تیار کنن دیگه آره بابا کجا میرین؟ بابا بابا خیالم سرگی هم همه جا بابا میخونه دراز میکشم خوی پرنه بیبی نه برای تنخور خوب بچه آرایشگاه باشه دیگه خیلی باشه ای بیای نبو الان تو خوردم تو داری که چه کاره؟ چه کار میکنی؟ بیرو تو چهار تا سرا بیرو برو بیرو گپ بکنی چی میری؟ سر بسی یک دیگه میخورم نمیخوری خود میفهم شما موتر در مال باب خراب خور بفروختیم بیا من موتر خریدی بس از این موتر نمیگم میگم مدار میاد تیر میشن چی میگی مدار میگه تا سرا چیزی میزی بکردم بیرون میشن خب چی میگی گپ بخور بگو تو غیبی اما تو طولون سرا نه که داخل جو تا سرا مردم نه تو یک غیب خش بگو گله کم ده یالله یا الله خب چی میگی نه خاله مدار عباس نه من شما مثل مدار خمایا نه گپ بخور چیه؟ یه توپک افتاده نه بابا یالا که تو کسی نی میگم چی میخوام بو که اکسره میپری تو گردان تو بند باشه نماده اینجا کی نماده؟ چی نماده؟ بیبی من بیبی تو؟ بیبی تو سلامه چی باید؟ عدی آمدم مثل که برفته باش خالشکا آمی آرایشگاه؟ خب بی تو سلامه چی کار میکنه؟ سلام آرایشگاهه تو یکی که بکش بگو یالله
برو گیلک دیونه خون نکن برو که بعده همه اینجا آرایشگاه که بیت بیا اینجا نه خوب میشه بیا آمده باشه اشتباهی به سر همسایه آمده باشه مادر تو که یک وقت آرایشگاه داشتم اول چشا خو کوره نمیبینی بی تو مادر تو نداشتم آرایشگاه حالی ندارم نه خب مادر تو راه آرایشگاه ریله کردم و تو ابی تقیق کش بگو یالله نه میشه تو بیا خالی پیش خود کردی برو گیلک جو برو بیشو بیشو گیلک تو دیونی شوی بابا بیبی خود با پالم میرم من نمیگم تو آی بی تو کور یک اشتباهی به سلام مردم داخل شده باشه میشه در سر شما سال به سلامات چی ما یکی بیایه اگه بیامد خونه او قایم میکنم البته من نمیگم تو که بیامده خاطر 2 سال 1 سال پیش مادر تو آرایشگاه داشتم او مختی همی سرایه گیلا اگه بیامد خود تو میگفتم بیامد به خونه اگه حال کنم آمده میگم نه آمده چرا تو بیارتی گیلا که چی میگم تو بیا تو بیا بله شاید بیبی تو عروس شده باشه گیلا گفت مفتلزه مادر تو عروس شده باشه بیبی تو عروس شده باشه کلا گنده میگم شاید عروس شده باشه اتفاق رفته باشه تو خبر نداری بگو من بزرگ سر به خدا خبر شد بگو که تو بگی نوزباد عروس شده او بفهمه که نوزباد عروس شده خودش خوب رفته شاید نگو او اگه بفهمه که نوزباد عروس شده باشه پست تو میکنه گیلا بیا مزای مان نشو تو برسه که پیش مادر تو نیم میگم نیم با اینجا مکاره میشه کش از این جهنم مکاره میشه مگه میاد خب میگفتم هسته از صبح گمه از صبح گفت خب برو جا دیگه آرایشگاه به پالک بیبی تو آرایشگاه من چه کار با مخته میسترای بیا من اگه خور تیار کنه میریم به عروسی میگی تیار نمیکنه او تیار نکده خور بیبی تو سگ آرایشگاه بزی بالا تا کنیه بیبی گیلک برو بیبی ساخو تا دست دی بیبی آرایشگاه برو با آرایشگاهی برو تا سر بیبی خونی که با آرایشگاه استادی پیری خون برو والا که با خودم تبرشت میزنم در خونی ما چی ما میکنی بیا بری شو اگه تو عقل کمال میدیشتی عقل کمال میدیشتی با عمق زن صرف عقل کمال میدیشتی بیبی تو کی تیار میکنه کی تیار میکنه اما آرایشگاه بیبی تو تیار میکنه من 100,000 بیبی تو تیار میشه چرا به 100,000 فیلم وای وای گلک ما میخنده به کارات همه مردم میخندن گوش کو درس رو دیگه نره که با خود تو لط نکنه ما تو نزدم هیچ هم نگفتم بیبی میره خودی عروس لنگه اون مدام به 160 روپیه تیار میکنه حالا که اینجا عروس میاد خاطری که نانه ما برفته ما چون آرایشگاه رفته کجا رفته بیبی من مدد کرده آموخته می سرا شما نه ما گفتم البته بیا مدد از کسبم در آرایشگاه را داده بیا پول آرایشگاه رو میدم برو گیلا تو خودت فوکس خوب آرایشگاه درس میشی رو دیگه نره که تو چی نگفت تو هر کی باشه تو لط نکنه خوبه برو گیلا شاید به یک سایه رفته باشه و تو میگم کجا؟ با سبب کجیری را شاید رفته باشه گیلگا منجی؟ آفرین گوش کنی که این بد چیزی هم که در هوا کردم تو به سالن داخل شو بیبی خور بک پالک میگه بجونده باشه شاید بجونده باشه در بسته کن برو خب در بسته کنم برو برو وای تو سی کسون یا از عقل کمال از این تاثیر رو بیانه میگه بیبیم اینجا زیر موتر بیدو چی ما زیر موتر نگاه میکنی تو حالک برو کشی به حساب تو میرسه ما کنفی چی نگفتم کجی؟ برای مسئله خمدی؟ آمد به در شدم تو یک کار بکو بیا برای تا سرا شما می بیبی می آمده مثل که به سرا شما می جگاه گم شده بیبی تو به سراما آمده چی ماسته به سراما او خاطر که ما به عروسی خبریم خب عدی می آمده خودی به بومه انا یک بار صبح بیری شده من چون به کجا برفته گم شده دامی که ما بزرگ گفتم بیبی ما با آرایشگاه مادر تو کجا گفتم با آرایشگاهه او مثل که با آرایشگاه رفته او علاقه خاصی داشت با آرایشگاه که مدام می آمد خورتیار میکرد او بیامده که خورد تیار کنه سرخی کنه لبسری او با آرایشگاه رفته به سراما چی ماسته گیل جو سرا شما بیا به سراما سرا شما آرایشگاه نیه نه کی بیبی تو به در شده بگیل سو گردانم بنا اگه به تو دروغ بگون گیل به بیبی تو بدیدم اپا کجا؟ سرا شما نه؟ نه همی 1 ساعت پیش من می آمدم
پادو قربانی میدر بلدی خب. بیبی تو قراری کرده پیران سرخ هم بباری بی آفرین کریم ناز بی خیر بینی آنه بیبی گرد بکده بی بتاجی با کنار قربانی بتده و قرار چادر گلگلی بغره آنه کرشم از این تلی دارا آفرین همو بکده و تاجی بگه گیلنجو بیبی جو بیا من تاجی بالا کش من چون مردم بالا کشیدم ببردم کجا بردم به کدو جو پادو قربانی میده اونجا به اونجا چی مسته من گیلک برفته بوده اونجا با آرایشگاه دیگه بیبی تو پای بلا بر رسیده اون آرایشگاه ما میگه دل به دنیا دارم هرچه من میگم ببین نکو که بعد این کاران میره یک بلوک بگو به فکر آخرت خوشو یک بلوک ماس و روشیه و ریکار بابا به تر و بیبی من میره زمین مثل جین دیوری تیار میکنم برو بخیری حالا برو اونجا گاه بده بیبی تو مبری یا ببردم باشه ما برو یک چرخی پیش مدر تو یا برو بده شاید دروغ میگی عباس گفتک به سر از اینا یعنی عباس به دروغ نمیگه عباس گفتک عباس به خود خوب اگر بیبی تو سرا برو کاکا برو تو محرمی به سرا ما برو چیز را رو بده چکار شد گیلا؟ ها چکار شد پیدا کردی؟ ندیدی تو نه کجا دیدم ما خیمه که به سرا نبودم آمدم بابا همین زمین شخص شد بیبی تره اشته تارا نمیفهم وقتی تو به سرا نبودی نفهمیدی مثل که این بیبی جور بلد نیه بدر نشه سرا من چون گفتم معمولم از ما بپرسید گفتم کومو در تو گفتم برفتم با آرایشگاه انا بیبی هم مثل که خصیت آرایشگاه داره رو کومدام ما مختی آرایشگاهه انا برفتم با آرایشگاه ما چون به دو آرایشگاه آخید به تو کی بو گفته که مدرن آرایشگاهه مدرن بازار رفته ولد رخت و لباس اینا بخره چی میفهمیده ما گفتم البته انیم با آرایشگاه رفته انال بیبی خیلی بابر الله شد برفتم مثلا کجیر اینا نبودک برفتم به در سر عباس اونجا زیر موتر اینال کلما موتر اینال زیر تاکا اینال تو وقت خورزایی کردی که بری زیر موتر و تاکا اینا سکنی با تو گفتن تا این محلا را بابا برفتم اول به سر عباس رفتم عباس گفتن برو مثلا کجیره هم گفتن با من هارستی کجیر گفتن برو با پلو قربان لوم میده اونجا بیبی تو اونجا ما چون افتاده به جوی افتاده به قربان افتادنش یک ذره برفتم اون هم دروغ مردم گفتم اینجا بیبی نبوده من اثر خوشیره من کجیر اثر خوشیره میدیم به این طریقی که تو به درس راه مردم نمیری هر کس باشه تو سر تو شیره میمون تو را اثر تو شیره میدی حال عروسی ما هم برام چیکار کنم من نمیفهم بیبی غیب شد بیبی هر کس بوده ببرده به جام خوشرونی بخو دوش کسی میتگه فال و لعب نگو به جام خوشرونی اون نزبدار نشده بیبی هر کسی بوده بگو من نمایه زیر چیش دیشته خب چی شد پس یاره برو خب پارتونات کرده خود مرتکه بگسته همه میکسر کله تو رفته عقل کمال تو ایشته فکرای میکنه مال غم چی بود دیج غم چی فکر میکنه بیا بارو یلکو بیا من میفهم که ببین من خورتگی نماز من گفتم اگه از ننمی ببین تو پالا کامیم پیش ببین میگم پار برو به پیش ببین بگو چی میگن؟ با خدا دیگه طول فست تو گرم باشه طول بزنه چه؟ اخورتگی نباس 70 سال شده نباس حال با دل افتاده شده بیبی به خود یکی جور آمده بجسته برو بگو یه فرصتی میده گفته با مون آرایشگاه با چوبه اگه میدی بیبی من با آرایشگاه گم میره شده بیبی متوار به عمر خوب شهر نماده به 2 سال یک دفعه نمیه گم شده با آرایشگاه کجا گم شده بیبی بچه رو میگه خورتگی میم نمایم میگه من به زور دادم بزی پیرمرد کاته با تو دیونه امیر آزاده خود با تو دیونه کرده برو سرکره خود از مجلس عروسی بکن برای آماده شو که بره برو خلا رو هم اصلا خوبیلی کنی که ما فضیحت میکنی هیچی همی سرکله تو تغییر نکن